چه کار میکنی شکندش؟ این پنل‌های فریملس یا چسب دارن یا قاب دارن، یا باید کارت بکنه زیر پنل یا یه فلت نرم مثل این برای پنلایی که فریملسی که روی قاب چسبیده دور تا دور میزنی به این شکل و آزاد میکنی. اما این دستگاه اصلا نیاز به این کارا نداره، چرا که قاب داره. شما نگاه دستگاه کن، دور تا دور قاب داره. شما با یه قاب باز کن به راحتی، اگر پینای دستگاه رو پیدا کنی تمام قابش رو به راحتی میتونی باز کنی. خب اینجا الان آزاد شد. نگاه کن، ما الان میاریم پایین. این قسمت پنل می‌بینی به قاب متصله. پنل هم این مقدار انعطاف پذیره. این مدل قاب داره. اگر این در شیشه‌ای با این قاب یه تیکه آهن بود، اون موقع میایم از قاب بازکن استفاده میکنیم، میگیریم این زیر و دور تا دور میکشیم. یه سوشوار صنعتی چیزی هم رو دستمون میگیریم که چسبا رو یه مقدار برامون راحت‌تر آزاد کنه. از